بعد از اینکه خیلی بی سر و صدا اسم خلیج عربی رو تو گوگل مپ گذاشتند، حالا هم خبرگزاری‌ها میگن ترامپ قصد داره تو سفر بعدیش به عربستان اعلام کنه آمریکا از این به بعد به جای خلیج فارس از نام‌های خلیج عربی یا خلیج عربستان استفاده خواهد کرد. اما آیا واقعاً میشه خلیج فارس رو عوض کرد؟ از 2500 سال پیش با کتیبه داریوش که بهش میگه دریایی که از پارس میاد، تا مورخان بزرگ عرب، یونانی و رومی که به نام‌هایی مثل دریای پارس و بحر فارسی رو در تاریخ ماندگار کردند و هزاران نقشه قدیمی هم همینو فریاد میزنند: خلیج فارس. همچنین سازمان بین‌المللی آبنگاری یعنی IHO که مرجع اصلی اسناد دریایی جهانه، بارها اعلام کرده ما خلیج فارس رو میشناسیم، اسامی دیگر بی‌اعتبارن. جا داره یادی هم کنیم از بزرگی که وقتی جلوش اسم خلیج فارس رو جور دیگه‌ای آوردند اینطوری جواب داد: No, I have been across the Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it Gulf? You have been to school, or haven't you? Yes. What was the name that you have read? Persian Gulf. All right. اگه میخوای حقایق تاریخ رو بیشتر بدونی، پیج تاریخ مدرن رو فالو کن.